سلام بینندگان ارجمند رادیو آزادی. امروز سه‌شنبه 23 سپتامبر است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. این برنامه شما را در جریان مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان قرار می‌دهد و برای آگاهی از این خبرها خبرنگاران ما در پراگ و تاجیکستان زحمت کشیدند. حالا با چند از این موضوعات مهم شناس شوید. در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرزیدنت تاجیکستان با آنتونیو گوترش کنفرانس آب را بررسی نمود. رهبران ازبکستان و قزاقستان با شرکت‌های آمریکایی چند سازش مهم تجارتی امضا کردند. وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید تحکیم همکاری‌ها با تاجیکستان برای بازداشت صدها شخص مورد جستجو مساعدت نمود. در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است. و در تاجیکستان گفتند زیباترین ذات گوسفند را به تماشای همگان گذاشتند. چرا گوسفند حصاری را در تاجیکستان بهترین در میان ذات‌های دیگر مینامند؟ گوسفند حصاری در تمام موضع چراگاه‌های زمستانه و تابستان تاب‌آور است به اقلیم. در شهر نیویورک که این روزها میزبان پرزیدنتان شرکت‌دار مجمع کل سازمان ملل متحد است، دیروز ملاقات رهبر تاجیکستان امامعلی رحمان با دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش برپا شد. به نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات در برابر بررسی مسائل داغ بین المللی از جمله اوج گرفتن مخالفت‌های گئوسیاسی، تهدیدهای امنیتی، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم و افراطگرایی همچنین تشبس‌های تاجیکستان هم بررسی شده است. از جمله رحمان و گوترش آمادگی به کنفرانس آب در تاجیکستان در سال 2028 و هم موضوع اصلاحات سازمان ملل متحد را بررسی نمودند. قرار است امروز بعد نصف روزی به وقت نیویورک پرزیدنت تاجیکستان در مجمع عمومی سخنرانی کند. برای امروز چنین برآمدهای دیگر رهبران آسیای مرکزی و همچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نظر است. در آستانه این مراسم ها ترامپ و پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان به بعضی سازش های مهم تجارتی دست یافتند. همکارم مومین احمدی این رویدادها را پیگیری نمود و حالا با ما در استودیو است. مومین سلام. سازشنامه هایی که میان آمریکا و دو کشور آسیای مرکزی بسته شده است، کدام همکاری ها را در نظر دارند؟ بگویید. سلام. بله خیرامان، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با ازبکستان و قزاقستان با سازش‌های با ارزش عمومی 12 میلیارد دلار دست یافت و این را بیانگری عمیق‌تر شدن رابطه‌های کاخ سفید با منطقه استراتژیکی آسیای مرکزی نامیدند. شرکت بوئینگ گفت ازبکستان برای خرید 22 هواپیمای این شرکت اظهار آمادگی نموده است. خریداری این هواپیماها را شرکت دولتی ازبکستان هوایولری برداشت دارد. خود ترامپ هم که در باره این سازش در شبکه تروث سوشیال خبر داد و گفت ارزش هواپیماها 8 میلیارد دلار می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از این سازش استقبال کرده گفته است ما در ساحه‌های زیاد دیگری همکاری را ادامه میدیم. همزمان قزاقستان سازشنامه خرید 300 لوکوموتیو آمریکایی و دیگر وسایل وابسته به کار راه آهن را از شرکت واقع در پنسیلوانیا وابتک کارپوریشن امضا کرد. شرطنامه با ارزش بیش از 4 میلیارد دلار به نوشته وزارت تجارت آمریکا سازش گرانترین در تاریخ ساحه راه آهن ایالات متحده آمریکا می باشد. مومین ظاهراً این اقدام مهمه در سمت تقویت داد و گرفت‌های تجارتی و اقتصادی آمریکا و آسیای مرکزی و خصوص در عهد پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد. ظاهراً همین گونه است. خیرامان، ترامپ گفته است که در تلاش تقویت رابطه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری با منطقه غنی از ذخیره‌های طبیعی آسیای مرکزی میباشد و در این امر برای دستیابی به معدن از جمله عنصرهای مهم برای استفاده در استحصال فناوری‌های پیشرفته مثل سلاح تمرکز کرده است. حالا در منطقه چین به این ذخیره‌ها دسترسی کلیدی دارد. ترامپ ماه سپتامبر با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در یک صحبت تلفنی تشکیل چنین یک فروم سرمایه‌گذاری را بررسی نمود. ماه آگوست فرستاده ویژه‌اش برای همکاری‌های گلوبالی پاولو زامپولی را به تاشکند برای ملاقات با میرزیوف فرستاد. قزاقستان و ازبکستان کشورهای غنی از نفت و گاز و اوران و هم ذخیره‌های دیگری طبیعی می باشند. شرکت‌های آمریکایی عظیم نفتی اکسون موبیل و چیورون در ساحه نفت و گاز قزاقستان سرمایه گذاری کردند، اما ساحه‌های دیگر در عموم در منطقه در دوام سالهای استقلالیت تماما دست نخورده ماندند. حالا با افزایش طلبات با اوران و معدن‌های نادر و تلاش کاخ سفید برای دستیابی
بر رابطه‌های قوی‌تر اقتصادی با آسیای مرکزی احتمالاً برنامه و سازشنامه‌های نو در پیش است. تشکر از همکارم مومن احمدی. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. وزارت کارهای داخلی روسیه با درخواست تاجیکستان در 8 ماه امسال 400 نفری تحت جستجو را بازداشت کرده است. این آمار 22 سپتامبر در دوشنبه در جلسه مشاوره یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه صدا داد. این جلسه را همکارم میرزانبی خالقزاد پیگیری کرده است و حالا برخی جزئیات را از او میشنویم. روز 22 سپتامبر در دوشنبه هیئت‌های وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه همکاری‌های نهادهای تفتیشاتی و تبادل اطلاع میان وزارت‌های دو کشور را بررسی کردند. وزیر امور داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولتسف میگوید همکاری دو نهاد سمت‌های کلیدی فعالیت را در بر می‌گیرد. سال گذشته نهادهای منطقوی ما تخمیناً 260 فرد مورد پیگرد تاجیکستان را دستگیر کردند. در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است. وزیر روس می‌افزاید پیشرفت کار به آن مربوط است که جانب تاجیکستان معلومات درباره افرادی در روسیه پنهان شده را با عکس و دیگر اطلاع مهم تکمیل کرده است. به قول کلاکولتسف تغییر شهروندی نباید فرد را از جوابگری آزاد کند. او درباره افراد بازداشت شده تفصیلات بیشتر نداد. وزیر تاجیک نیز در این باره جزئیات نداد. سازمان‌های حامی حقوق روسیه را تنقید می‌کنند که با درخواست دوشنبه پناهجویان، منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت می‌کند. ده‌ها فعال جامعه شهروندی از جمله آنهایی که ضد تصمیم‌های تاجیکستان در این یا آن مسئله در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده بودند در چند سال اخیر بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده به سالهای طولانی زندان محکوم گردیدند. در همین حال کشور اروپای اسلواکیا تصمیم گرفت به منعقد حکومت تاجیکستان امرالدین خالمرودوف پناهگاه دهد. همزمان به او اجازه کوتاه مدت زندگی در این کشور همسایه جمهوری چک و اوکراین داده می شود. خالمرودوف روز 19 سپتامبر با قرار مقامات اسلواکیا از بازداشتگاه شهر کوشیتس رها شد و اکنون تا دکبر امسال حق دارد در این کشور زندگی کند. خالمرودوف که پیشتر در اوکراین میزیست در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک با امضای محمدجان عمرов سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. او را در تاجیکستان با برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحادیه جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم میکنند. ولی خود او در همه حالتهای بازداشتش با درخواست تاجیکستان توانسته است ثابت کند که پروندهش دارای انگیزه‌های سیاسی می باشد. در تاجیکستان اخیراً یک چاره‌بینی دیدنی برپا شد. دانشمندان و محققان ساحه کشاورزی در ناحیه حصار برای بررسی موضوع گوسفند حصاری جمع شده برابر با این نمایشگاه این ذات نادر تاجیکی را ظاهر نمودند. علم کشاورزی تاجیکستان با این ذات گوسفند از سالهای 1950 به این سو افتخار میکند و میگوید آن بزرگترین نوع این چاروای خانگی بوده تا 190 کیلوگرم وزن داشته میتواند. تشکیل یک جلسه آموزش این ذات در تاجیکستان در حالی است که در بعضی کشورهای همسایه ادعاهای در زمینه منسوبیت آن به گوش میرسد. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف از تماشابینان این چاره‌بینی بودند. پیکره گوسفند حصاری در شهر حصار. این تندیس سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده سر آسیا تابستان امسال برافراشته شد. ماه ایول امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی‌های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند. گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است، از نظر وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است، یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است. از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم هم همینطور. البته میتوان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد. وزارت کشاورزی تاجیکستان
از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها نیز صورت می‌گیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سوم بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پرورش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است. گوسفند پروری اگر روحش درست بر راه مونه، اگر مسئله او کلچه رو زمستان گذرانی همین جهت فایده‌ورش بلنده که ما در یک سال زیاده 1000 سر برای نر با بازار مرکزی به فروش می‌بریم. وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را به پرورش آن جلب کرده است. ذات گوسفند حصاری در تمام موضع چراگاه‌های زمستانه و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چیز تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم 1 است، برای اینکه در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند حصاری گشته و چریده میتواند. همین نازکیش همین اشکمش سیر میکنه، این بسیار مولی خرویه در و گوشت روغن میگیرم. دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری و شهری نوی گوسفند حصاری را با وجود آوردند. حالا تحقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرافشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسجاه و قطارکوه‌های زرافشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری‌های بر ذات معمولی دارند، اما گرمشوی و تغییر اقلیم از نظر دانشمندان تأثیری بده به چراگاه‌ها و رشد سرشمار این گوسفند نادر در آینده می تواند برساند. احتمالات پس شدن حاصلناکی چراگاه وجود دارد. برای همین باید که نسبت به گرداندن حاصلناکی چراگاه، کشت کار علف‌های چراگاهی و با تنظیم در آوردن استفاده ثمرناکی چراگاه‌ها باید مهان اهمیت دهیم. این در حالی است که چراگاه‌ها هرچه بیشتر شخصی می‌شوند و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می‌گردد. صرف نظر از زیاد شدن سرشمار گوسفند از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم آن 125-130 سامانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است. دانشمندان میگویند برای آفریدن نوهای گران وزن‌تر که شیر و پشم زیاد دارند نیاز به سرمایه گذاری و تحقیقات علمی موثر است تا برای چارواداران سود بیشتری داشته باشد. و عثمان дембеле ҳамлагари 28 солаи бошгоҳи Пари Сен-Жермен ва тими миллии Фаронса ҷоизаи беҳтарин футболбози ҷаҳонро ба даст овард. маросими ҷоизасупорӣ аз рӯи натиҷаҳои мавсими футболи 2024-25 ҳамин шаби 23 сентябр дар театри шатли пойтахти Фаронса Париж доир гардид. ҷоизаи нашрияи фаронсавии Франс Футбол мӯътабартарин мукофот дар футболи ҷаҳон дониста мешавад. ин маросим аз соли 1956 ба ин су баргузор мешавад. капитанҳо ва мураббиёни тимҳои миллӣ инчунин хабарнигорони варзишӣ барои беҳтарин бозигари сайёра овоз медиҳанд. ҷоизаи туби тиллои 2025-ро ба дембеле ситораи футболи ҷаҳон Роналдиньо супурд. ин аввалин туби тиллоӣ дар корномаи дембеле ба шумор меравад. ва дар ҳамин ҷо нашри барнома ахбори озодӣ ба итмом мерасад. сипос ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. барои хабарҳои бештар лутфан саре бизанед ба сомонаи озодӣ.орг. инчунин аз саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоии Instagram, Telegram ва TikTok و Facebook истифода кунед. агар худи шумо ҳам шоҳиди кадом хабар ё ҳодисае будед лутфан бо радиои озодӣ дар миён гузоред. сипос ва худоҳофиз.